از روز 7 دی ماه که قیام شروع شده 10 فیلم جعلی منتشر شده. مثلا کلیپ رو نگاه میکنی روش هست پهلوی برمیگرده، پهلوی. بعد فیلم اصلی میاد بیرون میبینی چنین شعاری کسی نمیده. ما که امکانش نداریم همه مجازی رو بگردیم تک تک کلیپ ها رو راستی آزمایی کنیم، ولی از رو همین تعداد میشه یه چیز رو با اطمینان گفت: این همه کلیپ فیک کار مردم نیست. حالا سوال اینه که کدوم اتاق فکری داره اینها رو میسازه و مهمتر این که با چه هدفی؟ فحاشی کردن توی مجازی، تهدید دیگران به سرکوب، صداگذاری جعلی و بعد انتشارش توسط کسانی که سیم کارت های جعلیشون قبلا رو شده. واقعا کی پشت این هاست؟ هر کی هست دنبال پیروزی ما بر آخوندها نیست.